یکی از فجیح ترین مشکلات من و شماها و خیلی از آدمایی که من میشناسم اینه که خوبی زیاد میکنن به یکی و به اصطلاح صد خودشون رو واسه طرف میذارن که خیلی‌ها میگن نه این کار اشتباهه و به هیچ وجه نباید صد خودت رو واسه کسی بذاری، چون ممکنه طرف بی‌لیاقت باشه، قدرتو ندونه، دلزده بشه و هیچ وقت صد خودت رو واسه کسی نذار. که خب این جمله و این حرف از نظر من یکم اشتباهه. ممکنه فردا روزی من و شما به یکی علاقه‌مند بشیم و وقتی به یکی علاقه‌مند میشی ناخودآگاه بهش خوبی زیاد میکنی، پیگیر حالشی، مواظبشی، نگرانشی، همیشه دلت میخواد بهش کمک کنی و هزار لطف دیگه. اما لحظه ترسناک زمانی هستش که طرف مقابلت جواب خوبی هاتو با خوبی نمیده که هیچی، با بدی میده و خب این داستان باعث میشه که خیلی ضربه بخوری، دلتون میشکنه، احساس احمق بودن میکنین، قصه میخورین و هزار درد دیگه که باور کنید تمام این درد و تمام این قصه خوردن ها طبیعیه و بهترین حس دنیاست. چرا؟ چون شما واقعا عاشق شدید، واقعا یه عشق واقعی رو به دنیا هدیه دادین و بازی در نیاوردین. و اگه طرف مقابل شما جواب خوبیاتون رو به خوبی نمیده، مشکل از شما نیست، شما احمق نیستید، مشکل از طرف مقابله. اون بی‌لیاقته و هرچه سریعتر باید حذف بشه، شما که کاری نکردی. خوبی کنید، محبت کنید، پیگیر باشید، هدیه بدید به دیگران و کلاً خودتون باشین. اگه شخص مورد نظر شما، شخص مقابل شما آدم با اصالتی باشه، آینه شما میشه. خوبی کنید، خوبی میکنه. پیگیر باشی، پیگیرته. محبت کنی، محبت میکنه. و خب ما دنبال یه همچین شخصی هستیم. اگه واقعاً قلب بزرگی داری و محبت زیاد به دیگران هدیه میدی، سعی کن خودت باشی. سعی کن این خصوصیت یا این نقطه ضعف تو به عنوان یه تست در نظر بگیری، تست لیاقت. انقدر به یکی خوبی کن، انقدر به یکی محبت کن و انقدر پیگیر یکی باش تا بفهمی طرف مقابل چه جور آدمیه. What are you gonna do now? I don't. I hate you. I mean, what the hell are you doing in my house if you hate me so much? Why the hell are you married to me? The big heart. He left me a letter reminding me that just surviving, it isn't living. It took me way too long to get what he really meant. You live with it.